و این چنین علامه ابن القیم در مدارج السالکین باز سخن عبدالله ابن مبارک را آوردن درباره آداب. گفتن که من تهاون بالادب عوقب بحرمان السنن، کسی که به آدابها بی‌پروایی کند، بی اهمیتی کند، یعنی گوید که این آداب است. این آداب چی است؟ از مهم عقیده درست داشته باشه شد. آداب چی لازم است؟ گفته اگر کسی به آداب بی‌پروایی کند و سبوکی کند، گفتن که این آدم از اجرای سنت ها محروم می شود. یعنی الله تعالی این را عقاب می کند به سبب ترک آداب و از سنت این را محروم می کند. و من تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض، کسی که به سنت ها بی‌پروایی کند، سنت نخواند یا اینکه سنت ها را ترک کند، گوید که این سنت است، خانه ثواب میگیری، ترک کنی گناهگار نمیشوی. گفته به سنت ها سبوکی کند، الله تعالی او را به حرمان فرائض عقاب میکند. گفته روزی میشود که از فرض محروم میشود. و من تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفت، و کسی که گفتن به فرائض سبوکی کند، بعد از شناختن الله تعالی یعنی از عقیده محروم می شود. بنابراین بی‌پروایی به ادب و آداب این درست نیست.